هر فرد مسلمان لازمه که عقیده خود، اصول عقیدتی خود، مبادی عقیدتی خود یاد داشته باشه، الله بشناسه، پیغمبران بشناسه، ایمان به 7 چیزی که در حدیث آمده، ایمان قطعی و یقینی و کامل داشته باشه، در مورد قرآن معلوماتی داشته باشه، به قرآن کریم ایمان داشته باشه. و متاسفانه به دلایل جهل و بعض مسائل دیگه که هست، ای علم نه، بلکه ای بخش مهم ایمان در جامعه ما کمرنگتره و مردم ما حتی نسبت به احکام کرده در مورد عقیده کمتر معلومات دارن و لازمه که عقیده اسلامی خود یاد بگیرن، نزد علما برن، نزد ائمه مساجد برن، نزد کسانی برن که اونها عقیده اسلامی را یاد دارن و اهل علم و دین هستن، از اونها عقیده خود فرد مسلمان یاد بگیره. عقیده مثل بعض مسائل، بعض احکام نیه که ما بگیم که ما همون احکام ضروری دین خود یاد میگیریم، احکام تفصیلی اونها بر ما یاد گرفتن یا لازم نیه چون ممکن به اونها بر نخوریم. نه، عقیده فرق میکنه. عقیده به فرد مسلمان لازمه و باید عقیده خود کاملا یاد بگیره و خدای خود بشناسه. ما در ضمن عقیده، از طریق عقیده خدای خود میشناسیم، پیغمبران میشناسیم و وظایف پیغمبران میشناسیم و کتاب با قرآن آشنا میشیم و خیلی مسائل که ما متاسفانه از اونها غافلیم، از اونها باخبر میشیم و اونها مسائل خیلی مهم هستن، مسائل یعنی پیش پا افتاده ای نیستن. پس خیلی خوبه چی که لازمه هر فرد مسلمان باید عقیده اسلامی خود کاملا